زیاده؟ خب سرم تو خیران با سرگی ما پری کلکین تا پرتنی خب با عرض سلام و درود خدمت همگی دوستا، خدا کنه جور و صحتمند و سر حال باشین از دل دیگه. امید قسمی که میگرنین آتیخ و آبی خورده من منجی دیگه. آبی امروز یک سری کارات داره میخوای بخششون بوگی کارای خوب. آره بچه این کلکین رو پاک کنی، خانه که ما ششته فرش مشکل کده، مار بیروار کنی که دیگه گل گوشه از اشغال پور. آها دوستای عزیز بود که فهمیدین دیگه، اینی در چرک سیل شوشتنیش ده خلاصه. چون بارش مارش که از برو مای میزنه لکش منوی درش نه؟ اون لکه من زوزاد ریزه نده که چرک نزیاد. نه مو زوزاد ریزه نده، یک ما خالی نمیشم در اونجا دیسخون. دیگه آتیم خنجابیم از داخل میشه در چرا، ما رو از بیرون میشیم، بعدا بخیر مییم امی خانه رو فرشنیم. آره چطور؟ بخیر. هر کس کار خوبه؟ هر کس کار خوبه. مقصد امی تلویزیون چیز مو گیبه تو حسابه. این تلویزیون که است برادر جان باشی بگای ما اینا تلویزیون سایل نک مسائل خراب میشه. سایل سیاره حساب میگیره نرمال. از خانه روز فرش نایده ولی آتیم تلویزیون خورسنده نمیشه. تلویزیون ران مورا. تلویزیون باشه، طوله باشه، غزل باشه. خب خیلی خوب. تلویزیون نزد پس ما خیر برو پسی. غیر فرش کردن خانه. این حالا بریم هر کس سن کار. هر کس برسن کار پاس میشه وقت. خب با مان خدا دیگه. با مان خدا بای برین بای چابکتر. شاتو ما تو ورده؟ شاتو ورده ما. خب شما از این شروع کن. خب شلته بخشید من بگیرین خنجری ما. خب ما اینجی میری از این شروع نی، ما اینجی دو نفر شروع نزدیک زمین بلنده. آره. شما تو یک نفر شروع کن یک شاتو ده تایپای بلند. خیلی. دوستا وضعیت خانه اینی وضعیت فعلا دیگه. خب دوستای عزیز ما مسئول شدیم دیگه که از بیرون در چره باشیم، بیننده باشین دیگه تا آخر انشالله یک ویلاگ مطمئن جور میبخششیم امروز. برادر آماده این؟ خب بسه نیاز نیه. نه خیر بسم الله. نه مکمه. مرسا. خب مثلا تیر بستک دی مکم میگره دیگه. بستک نام که یک روز دیگه دقیقا مستو خونیم، یک روز در تو زامت کشتم تیلم بده از آمدیم موسه. خب این از خاطر امزی امیر بستک میتروز جانم خطا نشد. خیلی خوب. خدا تو را ایمان بیده. نه ما تیلم بده از آمدیم موسه بلده سونم هست. کدستو امروز قاری. تو هر روز اقل از من قاری. خب شروع کنیم. شروع ما سایل. آره تو قبلته سهلی. خدایا خیر. کامرامین هستی. سر دختری پشی و جمعه خان قمری. ما کامرامین شده ما؟ بعد روز دختری پشی کمیت بلا نشد. نه کامرامین شد. دختری پشی هرگونه را بلد نام خدا. شعر میفهمی یا نه؟ ای زمان پشتوش رو نکنی؟ خب ویش مار بیدی؟ خب مایشش اینش تو بگم بچه جمعه خان سره از تو دابای چالاق نامی خدا ما که بگیم این شعری جای پایش هم قدر بدر پایش قدر بدر یک متر بار تو هست تای پایشی ما دادم بانکم دیگه ما رقم شمول نه تو هم کلکین دیگه زمان کنده و سو نبری بیزم ممی رنگ من کنی خوب پاکسه یا یالی قرقافش بده گمو رنگ مقتیره انا خوب لوچه کتان خریدم من میره بیدا بلده کلکین پاک کنی خیلی بیسا ششتم شد بیسا باشی پاک کنم بیسا بوشم سر کنم آه دیگه از ماتیست خودت بلد استی بیادر جان هر کارشو بلد استی تو آره اشته خیلی خوب تجان از نزدیک هم بردونیم چشم نزدیک دور باید سو دیگر بچه جون مخوان تو هرچی پرپکلک نیم اندازه شیر نمشی شیر در کجای ماشاءالله آره تو قدمی سنجرجی لگه و سلی چای ند شیر خمیتم چای این رو چای ندید آبه تو
امروز چای ندیده. چای صبح خاناته یاسین رفتن خورده. چای ندیده امروز. از میوه خوش، از ملایی، از کیک کلچه، هر چیز نانی گرم فرای مان بدم. خب من آبای جانم آره امروز چرا یاسین هم رفت مندشنی ازو. نه بگم خوب چای داد. چای بود و کلچه بود و ملایی بود و برادر کشمیش ناخود بود و سیمیانی فرانسوی بود برادر. بادامای ژاپنی بود برادر. این ژاپنی هم بادام داره. تو خالم کلکل تا پرتنی. کلکل از من زیاده؟ خب سرم تو خیران با سرگی ما پری کلکل تا پرتنی. والا دیجان دیجا. مگه کلکل از من زیاده یم دادم بنده اوش مردختا. آره نه یک دفعه نگفتید خودتون مفرسه امروز قارم ده بالای ما. تو چرا قاری تورم گوشنک ده دلیل چیز تورت گوشنک ده؟ تورم گوشنک ده. مالا رو که ما مبرم. آره مال باش تیار میلانم تو یک چشمی ده و میلانم اون نمیگه باک ده. یک ساعت را پیش چیپا مبرم میسندم بیسا تو. آره اون جنان. بچه‌م قار میشی. قار است تو دو ثانیه هم نیه. خو یعنی خلاص کردین بخیر دیگه. آره از ما شده. تو که متقان هستی بیادر. خلاص بخیر دیگه. کاش تو اینی یکم پاکن اینجا. من بخیر بریم فرشار بگشتو. آره فرشار باید کار ساموش نه. خب. یال نوبتی فرشار است ده بخیر ها؟ آره فرشار باید تو اینا تلویزیون کو پال کو. چوکی خسته که بده چوکی بخوریم که بریم خرخشپش خانه کنیم پاس میشه. باش. تا خرخشپش کنیم. دالز مالش چی داره؟ چناش داریم. چای. دوستای عزیز دیگه در چشم داشتن دیمه چای بخوریم با هم دیگه. بعد از پاس بریم خانه رو فرش کنیم. جلو را مشتیم که فرشا و جلو همه چیز که شوشته میمینجی کلگی شوار خدا منده دیگه آره نیک بخشیده کمک شوشته دیگه بستش منده آره دوستا خیلی هوا گرم شده مالی رقم را خودم گرمیه تایستش تو گرمیه که گرمیه ما همه گرمی دوم همین روز که گرمیه دیگه حتی جان خوش میگذره؟ الحمدلله خدا را شکر هزار بار به هر حالش چیز که ایزا و رحمت از باشم شکر نیست
عشق برای مقصد هستی چیز مرا یک نه اما کشته که دادی خود تو نه سر فشارم میم بسته و ما فقط یک پوفتر کردی هست در بالای خشپش ناجم کار ناجم یک شمع ما رو ببین هنوز سلطایش بگیر نخونم از اینجا؟ ما بلد هم نیم بیشتو بلد نفتی هم یک طور هایم از من نمشه نخواه نمشه اصلا نانیم گفتی دختر کشی خورده این بله تکره خوری بله میشن؟ این یک دورت نمیده پایچه امزی سخت نشد خب دوستای عزیز بود که باری دیگه بریم که بخیر خانه رو فرش کنیم تلویزیون بور نگدن بچه خیلی کار میدیم خوش کنه یک مزایم توی تاوز چطور؟ بگم تلویزیون رو نمیوردی تو بشو بلو؟ دیگه باید خبر اساسه بله چیز کشکن در تایزو کن بوده تایزو نمشه اون چرا نمشه؟ نه این میشه از دورش قد کنی این روار کنی خب بعد از دور روار کنی بایی سه دیگه کم سن خوب کشکا به تقییم دیگه دیگه خوب ول بگری بلی میشه از بندرگاه دیگه کنی گرد میگره که گرد میگره هم ششتو اگه نه ششته به جارو نمشه یکی جمع گم جارو شرم داره راستی هم جارو شرم آورده تای؟ میره می شرفته؟ ایشا سیه دیگه هم میزون کامبلمان بایلم زو زکته بایلم ما جمع کنم خب می چیز جلوگی از تو هم نه یک تنش هست یک تنش زو بوجی بود فقط خب آره اون تا اون جیرم میشینم کوش آتش ناشته خب آره بایلو زکته تو خانه ما نجی میشینم شباس مادری ملاجما خانه خونده
آره شاباش چی مسرمک دی سر خدا قرآن ای بیشی. از دستی پشتو چندانی خانه گیریده برای من این رستو تو قانی از ما میشیم. آره تو قانی اگه خان قان. نگه که مام کار ننو فقط ما در خان چی مسرمک دی سر خدا قرآن قانی تو. نه تو بسیار دوستی دارم بیادر. دوستی دارم همیشه. تبگاره جمع کو بوشی گل کو دیگه کار کس نو تیره خوش شکر به هر حال شی. آره خدا بخش استاد خوش کنه شکر دیگه به هر حال شی بیادر. خدا جان یک جان جوری بیته دیگه هیچ مشکلات خدا سی واسانه. آره تو که طول زدی دیگه کار سامویا موگه سرنه ما پشتر امزا بود مسرنه چیز ما رو یک پوف آو باید رو باشه تو را فیده برو گمشتی گمشتی باشه یک قدر نایرو ما میقص گرفتم تو بفرلی ایدم بنای منی دی باشه خیلی اونج کت کن اونج کت کن. نه اونج بیشنم کتاب پاش موش از ایش فتاش نه خوش زور دارم میگرم مرد خود خلی نه خیس کو بایرو فقط کاوگری را میگیری در روی خانه به تقی جان. که ما؟ آه یعنی کاو کی دو مسته. کاو کی دو مسته. خرایال گرفتم دیگه بشک آفرین. نه انشالله ره او گپا نیست. خب پردارم عوضوف نیا نه؟ نه پردار موشیم پردار موشیم مقاید نه بعدش تو نزوایی بچه باید رو زبط امزا خانه تکانی من میرخم نه؟ نه ما ایتفا بیر بابشو ایو اسکت جوانی خرا چرمی که که بود ازی قرنی جور مشتی یالی جور نمشه یا ده گرمی هم میشه تا خد فرسای ده یخی هم بخاطر ازی پشمی برای نه یا خوبه تا خود پشمی برای گلتو ملتو بایر غم خوب بخور همیشه سر خوب نشست را ما کسکریت ندارم چیزکارش نه بخشش تو پی میخوری اول خدا را چیز؟ کسکری گانه گانه میخوری؟ گانه اگر نخریده کده ایسا حالا تر خیر ندی اگر دیست رو نیدار تو پیش دربی قول میگی از مردم نه؟ موقع در تو گانه میخوری حالا اتجان خیلی قشنگ وسکره دوستای عزیز دیگه وسکر کسم چرم اصله از اینا هست در بازار ولی این رقم نه پیدا نمیشه دار بی پرس ما خود که هسته فومه ضعیف هم است آتت بچه یتت اینی می دیست جولی خود مردم آزرایه اونم سه قدیمه منده ده این چی؟ خدا جور شده این از گوه از جوانی ها یا تیمی دیگه خلاصه شک به قرآن شک مقصد قیافه نداره خوب روی گرمه بله ما که میرم مبشو ما بهت خیلی میتونه چیم سرخ نسر از ما تو چیز کارم که چیم سر خدا خب خدا شکر خب تمام دیگه نه بای جان آره خب باقی چیزاش باید شوشتش نباید شوشتنی منده فردا و دیگه کشفشا دوستای عزیز دیدین که خانه رو بخیر گیر کردیم این تر تمیز شد خانه تکانی کردیم فرشا رو شوشتیم فرشا رو آوردیم دیگه ما بیچنم منال گرد کاش خانه خدا رو شکر تمیز شد نه آره خوب شده میگی از این سال دیگه سال مر یک دفعه مشی سوترانی گیل مل خوب میشه دیگه یک کل چیز شوشتش در بجز خودیم بخیر خودم امروز یک مام کنم دیگه کار خلاصه ما کو قیدی پیدا از پیش ما گفتم قیدی پیدا یا پیدا هم خلاص شده دیگه پیش کی کرماش نه چی وادش نگم مامون مال نه از ما جواب خب دیگه دوستای عزیز خدا کنه که این برنامه از من خوشم باید تو بخشیشم کسال آور نشده دوستای عزیز اگر واقعا بخشیشم مثلا اینتر کمک دیرگیرین یا مثلا زیاد جالب نیه دیگه انشالله کمی و کاستی هایش بخشیدمون کامنت بدین دیگه انتقاد هایشم بخشیدمون خیلی مهمه خیلی فایده منده بخشیدمون که ما بتونیم عیب و ایراد رو بگیری بخشیشم یک محتوای خوبتر بتونیم تولید کنیم دیگه انشالله که از برنامه از من خوشم باید دیگه با امید دیدار دوباره ابای جان خداحافظی خداحافظ مهم میگه گنده کاریم نه دیگه اگر عیب داشتی بگیم دیگه چیز کس نزیزت یاد نداره